گنه کرد در بلخ آهنگری. قربان یه آهنگری تو شهر بلخ گناه کرد. عجب. به جون مادرم. در موردش بیشتر توضیح بده ببینم چی میگی. قربان این آلودگی صوتی ایجاد کرده. یعنی بر اثر اصابت چکش به آهن صدایی تولید کرده که محدوده فرکانسی این صداها بیش از 20 کیلوهرتز. قربان عجب. بیش از 20 کیلوهرتز تو این گرونی. عجب. عجب. لذا این صداها دیستورت شدن. قربان عجب. باعث آلودگی صوتی شدن. عجب. من باید خدمت شما عرض کنم که محدوده فرکانسی ذهن انسان بین 20 هرتز تا 20 کیلو هرتز. اطلاع رسیده که یه آهنگری در بلخ آلودگی صوتی ایجاد کرده. این حکمش چیه؟ بابا ایشون 3 تا خلاف کرده. خلاف اولش ای بوده که به استناد بند 4 ماده قانون رسیدگی ایشون آلودگی صوتی ایجاد کردن. آلودگی صوتی از سطح فوش خار مادر بر صوت بدتره. میفهمید چطوری دارم میگم؟ یعنی شما توهینی آلودگی صوتی به صدا، ایشون به استناد بند 4 ماده 8 رسیدگی به جرائم مرتکب توهین به صدا شده و محکوم اعلام میشن. خلاف دومشون حضورتون عرض کنم که بر اساس بند 16 ماده 8 رسیدگی به جرائم ایشون اومدن چیکار کردن؟ فرض کنه گزارش خلافی دادن. ایشون اومدن گفتن که من میخوام مثلا فرض کنم آهنگری بکنم، وانه کردن. رفتن چیکار کردن؟ رفتن آلودگی صوتی ایجاد کردن. لذا بر اساس همه 2 تا خلاف ایشون محکوم به اعدامن و باید سر از تن ایشون جدا کنن که تا عبرتی باشه برای الباقی. قربان نمیشه یه کاری بکنن، یه چیزی وشش اضاف بکنن این جرمش سنگین تر بشه؟ این یه جرم دیگه هم دوش، جرم سیومش من یادم نیست، ولی همون 2 تا براش کافی هم. خب برید اعدامش کنه. چطور شد؟ اعدامش کردن یا نه؟ بابا ول کنن قربان. بابا ولش کنن. کی حال حوصله داره این قدر را بلند شهیجی بر تا بلخ؟ ولش کنن. به جاش میگیریم میخوابیم. ولش کنه. راست میگه. کی حال داره ولش کنه. خب حال میگه چیکار بکنه؟ حال یه فکری. یه فکری. بیاریم تو بازار مسگرا، به جاش یه مسگرو میگیریم اعدامش میکنیم. کی میفهمه؟ ولش کنه. خب یه چیزی فرکانس صدایی که مسگر تولید میکنه با آهنگر فرق میکنی که. با ولش کن. حال فرکانسش خیلی فرقی نمیکنه. حال اینم 10 دسیبل بالا پایین. ولش کن. حال یه فکری. من میگم بگردن یه مسگری پیدا کنن گردنش باریک باشه، راحت بزنن تقی قطع بشه. حال یه نفر باش گردنش گلوف هی تق تق بزنن گردن اینا قطع نش. کیال حال و حوصله دار بشینن تا گردنی قطع بشه. بابا ول کنه بر پی کارش. این خوبه. گردنوشم باریکه. آقای مسکر،
مسگر نظر به استناد گزارش فرکانس محترم صدا مبنی بر توهین و اهانت به ایشان و همچنین گزارش خلاف موضوع مورخ 11/2386 بنابراین به استناد بند 4 و 16 ماده 8 قانون رسیدگی به اعدام محکوم می شوید. امید است من بعد تمام سعی و تلاش خود را در جهت رعایت قوانین و مقررات به کار گیرید. در غیر این صورت طبق مقررات با شما برخورد خواهد شد. با تشکر، حاکم شوشتر. بزنه گردنی پدر سگه. به شوشتر زدند گردن مسگری. زمان